تله ششم: اگر واقعاً دوستم داشتی، اینجا احساسات به سلاح تبدیل می شوند. تله پنجم: من فقط به خاطر خودت این را می گویم. گاهی واقعاً نیت خیر وجود دارد، اما افراد کنترلگر از این جمله به عنوان سپر استفاده می کنند. هر انتقادی را با نقاب دلسوزی مطرح می کنند. هدف واقعی را فراموش نکنید، به اعمال نگاه کنید، نه به ادعاها. تله ششم: اگر واقعاً دوستم داشتی، اینجا احساسات به سلاح تبدیل می شوند. محبت دیگر یک ارتباط سالم نیست، بلکه به ابزاری برای فشار تبدیل می شود. عشق واقعی آزادی می دهد، اما باجگیری عاطفی آزادی را می گیرد. هر جا عشق تبدیل به اجبار شد، باید محتاط باشید. تله هفتم: فقط فرض کن که... سوالات فرضی گاهی بی خطر هستند، اما افراد ماهر از آنها برای کشف نقاط ضعف شما استفاده می کنند. آنها می خواهند بدانند در شرایط مختلف چگونه واکنش نشان می دهید، چه چیزهایی شما را می ترساند و کجا آسیب پذیر هستید. عقاب قبل از حمله مدتها مشاهده می کند. انسانهای دستکاریگر نیز همین کار را انجام می دهند.